امام شافعی رحمه الله شخصیتی برجسته امت اسلامی هست. هر کس میخواهد پروردگار عالم آن شخص را عزیز قرار بدهد، آن شخص را محبوب قلب ملت ها قرار بدهد، آن شخص اخلاقش را نیک بگرداند. بعد از آن که اخلاق آن شخص نیک می شود، پروردگار در قلوب مسلمانان آن شخص را نیکو می فرماید. پروردگار و محبت این شخص را به قلب مسلمان ها قرار می دهد. عزیزان من، امام شافعی رحمه الله شخصیتی برجسته امت اسلامی هست. هر کس میخواهد پروردگار عالم آن شخص را عزیز قرار بدهد، آن شخص را محبوب قلب ملت ها قرار بدهد، آن شخص اخلاقش را نیک بگرداند. بعد از آن که اخلاق آن شخص نیک می شود، پروردگار در قلوب مسلمانان آن شخص را نیکو می فرماید. پروردگار و محبت این شخص را به قلب مسلمان ها قرار می دهد. عزیزان من،